درود فراوان خدمت یکایک شما عزیزان. خیلی خوشحالم که با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستم. در این برنامه قصد داریم در مورد کوره‌های مرده سوز در دوران هیتلر و علت مرگ هیتلر و سرنوشت اعضای خانواده هیتلر رو بررسی کنیم. در دوران نازی‌ها کوره‌های مرده‌سوز به عنوان وسیله‌ای برای دفع اجساد قربانیان هولوکاست از جمله یهودیان، رومی‌ها، همجنسبازان، افراد معلول، مخالفان سیاسی و دیگرانی که رژیم نازی نامطلوب می‌دونستند مورد استفاده قرار می‌گرفت. این کوره‌های مرده‌سوز اغلب در اردوگاه‌های کار اجباری و کشتار قرار داشتند، جایی که اکثریت زندانیان در نهایت به قتل رسیدند. بدنام‌ترین این اردوگاه‌ها آشویتز بیرکناو بود، جایی که SS چندین کوره سوزانده شد تا تعداد زیادی اجساد تولید شده توسط اتاق‌های گاز اردوگاه را دفع کنه. این کوره‌های آدمسوزی شامل اجاق‌های بزرگی بود که برای سوزاندن اجساد قربانیان و تبدیل اونها به خاکستر استفاده می‌شد. سپس خاکستر در چاله‌ها یا رودخانه‌ها ریخته می‌شد. فرماندهان SS که بر این کوره‌سوزی‌ها نظارت می‌کردند، مسئول انجام طیفی از شکنجه‌ها و آزار و اذیت‌های وحشیانه علیه زندانیان بودند. این موارد شامل ضرب و شتم فیزیکی، گرسنگی، کار اجباری، آزمایش‌های پزشکی و سوء استفاده جنسی بود. یکی از بدنام‌ترین فرماندهان SS رودولف هاوس بود که از سال 1940 تا سال 1943 به عنوان فرمانده آشویتز خدمت کرد. هاوس مسئول نظارت بر ساخت کوره‌های کوره و اتاق‌های گاز بود که برای کشتن زندانیان استفاده می‌شد. او همچنین بر روند انتخاب نظارت داشت که تعیین می‌کرد کدام زندانی به اتاق‌های گاز فرستاده می‌شود و کدام برای کار اجباری استفاده می‌شود. یکی دیگر از فرماندهان بدنام SS یوزف منگله بود که طیف وسیعی از آزمایشات پزشکی وحشتناک رو بر روی زندانیان آشویتز انجام داد. این آزمایش‌ها شامل آزمایش‌هایی بر روی دوقلوها و سایر افراد بود که شامل تزریق بیماری‌ها یا مواد شیمیایی به اونها، قرار دادن اونها در معرض دما یا فشار شدید و تغییر بدن اونها از طریق جراحی بود. از دیگر فرماندهان SS که بر کوره‌سوزی‌ها و اردوگاه‌ها نظارت داشتند، هاینریش هیملر رئیس SS و معمار هولوکاست و آدولف آیشمن که مسئول سازماندهی حمل و نقل یهودیان به اردوگاه‌های کشتار بودند. در مجموع کوره‌های مرده‌سوز در دوران نازی‌ها نمادی وحشتناک از وحشیگری و غیر انسانی بودن هولوکاست بودند و فرماندهان SS که بر آنها نظارت داشتند مسئول انجام برخی از فاجعه بارترین جنایات علیه بشریت در تاریخ بودند. آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی در 30 اپریل 1945 در پناهگاه زیرزمینی خود در برلین، در حالی که نیروهای متفقین در حال نزدیک شدن به شهر بودند درگذشت. شرایط دقیق مرگ او موضوع بحث و تئوری‌های توطئه بوده است. طبق گزارش رسمی هیتلر با شلیک گلوله به سر خودکشی کرد و در عین حال کپسول سیانور را گاز گرفت. سپس جسد او به همراه همسرش اوا براون به بیرون از پناهگاه منتقل شد و توسط کارکنانش سوزانده شد. با این حال برخی از تئوری‌های توطئه نشون میده که هیتلر ممکنه فرار کرده و به آمریکای جنوبی یا جای دیگه گریخته باشه، یا اینکه مرگ اون توسط نازی‌ها به نمایش گذاشته شده تا او از مجازات جنایات خود فرار کنه. در سالهای اخیر چندین مطالعه و تحقیقات به این نتیجه رسیدند که گزارش رسمی مرگ هیتلر بر اساس گزارش‌های شاهدان عینی، شواهد پزشکی قانونی و اسناد تاریخی احتمالاً دقیقه. صرف نظر از جزئیات دقیق مرگ هیتلر، واضحه که او مسئول برخی از وحشتناکترین جنایات تاریخ بشر از جمله هولوکاست و مرگ میلیون‌ها نفر در طول جنگ جهانی دوم بود.
میراث اون همچنین موضوع مناقشه و بحثه و به عنوان یادآوری خطر افراط‌گرایی، نفرت و استبداد عمل میکنه. در سال 2018 محققان فرانسوی تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی مجموعه‌ای از دندانهایی را انجام دادند که به هیتلر نسبت داده شده بود و متوجه شدند که این دندانها متعلق به مردی بین 20 تا 40 ساله که با سن هیتلر در زمان مرگ اون مطابقت داره. این تجزیه و تحلیل همچنین هیچ مدرکی مبنی بر انجام کار دندان پزشکی که هیتلر انجام داده است پیدا نکرد که این نتیجه را تایید میکنه که دندانها متعلق به اون هستند. هیتلر چندین تن از نزدیکان و اعضای خانواده داشت که از جنگ و عواقب اون جان سالم به در بردند. از جمله خواهرش پاولا هیتلر که تا زمان مرگش در سال 1960 در اتریش زندگی کرد. برادر ناتنی اون آلویس هیتلر جونیور تا زمان مرگش در آلمان زندگی کرد. برخی از اعضای حلقه درونی هیتلر مانند هاینریش هیملر و جوزف گوبلز فرزندانی داشتند که از جنگ جان سالم به در بردند، اما سرنوشت اونها متفاوت بود. دختر هیملر گودرون برویتس پس از جنگ درگیر فعالیت‌های نئونازی‌ها شد و در سال 2018 درگذشت. 6 فرزند گوبلز در پی خودکشی هیتلر توسط والدینشون کشته شدند. پاولا هیتلر خواهر کوچکتر آدولف هیتلر بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم اون توسط نیروهای امریکایی دستگیر شد و چندین سال به عنوان اسیر جنگی در اتریش نگهداری شد. او در سال 1946 آزاد شد و در برچتسگادن آلمان اقامت گزید و تا زمان مرگش در سال 1960 در سن 64 سالگی زندگی منزوی داشت و اون هیچ فرزندی نداشت. آلویس هیتلر جونیور برادر ناتنی آدولف هیتلر بود. او در طول جنگ جهانی اول در ارتش آلمان خدمت کرد و پس از جنگ به عنوان پیش خدمت و فروشنده مشغول به کار شد. او بعداً به حزب نازی پیوست و به عضویت استورمبتلانگ یا SA در اومد، اما از نظر برادرش ناامید شد و در سال 1930 مجبور به ترک حزب شد. در طول جنگ جهانی دوم او به ارتش آلمان فراخوانده شد و در خدمت جبهه شرقی پس از جنگ توسط متفقین دستگیر شد و تا سال 1947 به عنوان اسیر جنگی نگهداری شد و سپس به آلمان بازگشت و تا زمان مرگش در سال 1956 در سن 65 سالگی به عنوان فروشنده مشغول به کار شد و دارای 2 پسر بود که یکی از آنها فوت کرد. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. لطفاً با سابسکرایب، لایک و کامنت از ما حمایت کنید و در صورت تمایل این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. شاد و پیروز باشید.